سلام دوستان، خوش اومدین به ویدیو دیگه از چنل من. اسم من آیهان است و قراره بریم توی بازی PS 2010 با 5 بار با مسی و رونالدو از این خط نرسیده به این خط شوت بزنیم، ببینیم کدوم بهشون میبرن. خب اول مسی شوتشو میزنه. مسی یه شوت محکم و دروازه با میگیره. اوکی، دومین شوت مسی توی دروازه، جی. سومین شوت مسی، وای. چهارمین شوت مسی و بله، و پنجمی آخرین شوت مسی و بله، مسی تو 5 تاش فقط یه دونه‌شو گل کرد. بریم سراغ CR7 یا همون رونالدو. کریستیانو رونالدو اولین شوتشو میزنه، وای نزدیک بود. کریستیانو رونالدو دومین شوتشو میزنه، پشمام. کریستیانو رونالدو سومین شوتشو میزنه، بازم بیرون دروازه. آخه کریستیانو رونالدو چهارمین شوتشو میزنه و توی دروازه. کریستیانو رونالدو پنجمی آخرین شوتشو میزنه و بیرون دروازه. پس بچه‌ها لطفاً مسی و رونالدو رو دیگه مقایسه نکنید، اونم دوتاشونم بهترینن. بدشیش. تمام آقا، ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب به چنل فراموش نشه. خیلی عشقین. بوس به دماغ تک تکتون.